الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز و خواهران گرامی، خب موضوعی که ما با هم گذاشتیم درسای گذشته، شما یادتون باشد اگر موضوع استعلا و استفاله بود. شما اکنون حرفهای استعلا و استفاله را خوب آشنا هستید، میدانید که 7 حرف استعلا داشتیم: خص، ضغط، تنقیض و 21 حرفی باقی مانده موضوع استفاله بود، حرفهای استفاله بودن. انشر حدیث علمی که سوف تجهز بذا، یا اینکه گفتیم اقلا همون خص و ضغط تنقیض همین حفظ کنید و شما حرفهای استفاله را یافتنتون آسان می شود. اکنون موضوع استعلا و استفاله به همین جمع بس کردیم، اما باید یک چیز دیگر را قید کنیم که بعضی از حرف‌های هستند که از این قاعده استعلا و استفاله بیرون هستند. یعنی بعضی حالت ها می شود که وقتی قرائت کردن قرآن کریم، اگر یادتون باشد سوره فاتحه را وقتی که می خوندیم گفتیم که اهدینا الصراط، الصراط گفتیم را حرف استعلا نبود، حرف استفاله است، اما در وقت قرائت مجبور بودیم که سیرا بگیم، را قطعی استعلا بر این تلفظش کردیم و حتی سوال داده که چرا حرف را مثلا استعلا نیست و این طور خونده شد گفته. بنابراین من میخواستم که فقط 2 حرفی که استثناء هست، یعنی گاه استعلا می شود گاه استفاله می شود، همینه امروز دربارش صحبت داشته باشیم. اولا یکم حرفی که استثناء است از داخل موضوع استعلا و استفاله، گاه یعنی قوس خوانده می شود گاه تنک، این هست حرف لام هست. شما اهمیت داده باشید اگر در بعض جا ما حرف لام استعلا می خونیم، در بعض جا لام استفاله می شود. برای مثال سوره قل را می خونیم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظیم. در این آیه های کریمه اهمیت داده باشید همه همون حرف هایی که لام های، همه حرف های لامی که خب الف داشتن، من به حرف سرخ اشارت کردم و شما باید درک کرده باشید که ببینید همه حرف های استفاله خوانده شد. اعوذ بالله گفتندم استفاله شد لام، بسم الله گفتندم استفاله شد، و یا اینکه آیه دوم ده لا اعبدو ولا انتم، آیه سوم ده ولا انا ولا انتم، اینا همشون استفاله خونده شدن حرف لام. اما در سوره دیگری، سوره نصر، میبینیم که میخونیم اول خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظیم. اهمیت داده باشید اگر همگی 2 حرفی یا که 2 لا اسم الله یا که نام الله 2 جدا آمدگی، 1 2، یکم آیت و دوم آیت. در اول آیه اولش حرفی یا که اسم الله غفظ خونده شد، اذا جاء نصر الله گفتیم، و در آیه دومش فی دین الله گفتیم. یعنی حرف لام در اصل استفاله بود، اما بعضی جا در الله آمد، بعضی جا در له آمد. از این فهمیده می شود که یکی از حرف هایی که از داخل موضوع استفاله بیرون است و استثناء است. چی میگن روسیش کتی؟ اسکلوچینی میگن، چی میگن شما خوبتر باز میدونید. به هر حال یعنی یکی از موضوعی که استثناء است و از اون قاعده استعلا و استفاله گاه بیرون میبروید، این حرف لام است. خب اکنون موضوع امروزه چی است؟ لفظت الله. لفظت الله
یعنی لامی لفظی الله. یعنی که برادر عزیز، لامی که استثناء است از داخل موضوع استفاله، گاه یعنی غوث خوانده میشد گاه تنوک، فقط لامی که در اسم الله هست همون لام. دیگر در هر کجایی که لام بیاید لام حرف استفاله حساب میخورد. فقط لامی که در نام الله هست همین لام استفاله است، یعنی نام الله. خب ایضاح حرف لام از جمله حروف استفاله باشد هم لام لفظی الله، یعنی لامی که در لفظی در اسم الله است، از قاعده بیرون مستثنا است. یعنی خب لام لفظ الله وابسته به حرکت حرف ما قبلش. دقت دید برادر عزیز، یعنی از کجا میفهمیم که لام لفظ الله چه خیلی خوانده می شود؟ وابسته به، من این خط کشیدگی هستم، حرکت حرف ما قبلش. حرکت گفته همون زبر زیر پیش ما حرکت میگیم، ا ای او. خب حرف گفته حرف است، میدونید. ما قبل گفته یعنی حرفی که پیش از کلمه الله آمدگی است، حرفی که پیش از اسم الله آمدگی است، یعنی آخرون حرف کلمه پیشینه که پیش از حرف نام الله آمدگی است همون حرف. خب این از انشاءالله در مثال ها باز خوبتر میفهمیم. حرکتی حرف ما قبلی الله، یعنی ما قبلی لفظ الله وابسته به حرکت حرف ما قبلش، گاه تفخیم یعنی وابسته به همون حرکت، گاه می شود که لام لفظ الله تفخیم یعنی غفظ خوانده می شود، و گاهی دیگر ترقیق یعنی باریک تنک. اکنون هر شکلی که شما تلفظ میکنید و که استفاده میبرید، گاه وقت باریک میگن با از تنک میگن، خوانده می شود. یعنی لام لفظ الله یا که اسم الله اعتبار داده می شود که پیش از همین اسم الله حرفی که هست چی حرکت دارد، زبر دارد یا زیر دارد یا پیش دارد. از هر روی همون لام لفظ الله تنک یا که غوث خواندنش معلوم می شود. خب خلاصه که من این خیل بینید، ما فقط گفتیم لام لفظ الله هست که استثناء است از موضوع استعلا و استفاله. این لام لفظ الله گفتیم که دو شکل خوانش دارد، تفخیم یعنی گاه غفظ خوانده می شود، الله خوانده می شود، از اون جمله اذا جاء نصر الله، و گاه ترقیق یعنی باریک خوانده می شود، و رأیت الناس يدخلون في دین الله. بینید الله لا، اعوذ بالله، خب بسم الله الحمد لله گفته تنک خوندیم در اینجا. انا اکنون تفخیم لفظ الله، تفخیم گفته ما چی را گفتگی بودیم؟ من بینید یعنی تفخیم غوث خواندن. در کدام حالت ها لام لفظ الله غوث خوانده می شود برادران؟ سوال، لام لفظ الله چند شکل خوانش دارد؟ جواب، لام لفظ الله دو شکل خوانش دارد، تفخیم یعنی غوث و ترقیق یعنی باریک. سوال، لام لفظ الله کدام وقت تفخیم یعنی غفظ خوانده می شود؟ جواب، من این قاعده آخرش خوب یادتون گیرید. اگر قبل از لفظ الله یعنی پیش از همین لام لفظ الله یا پیش از همین اسم الله حرکت فتحه یعنی زبر، فتحه گفته زبر می شود، و یا زمه یعنی پیش او میگیم کو آید، یکی از این حرکت ها آید، لام لفظ الله تفخیم یعنی غفظ خوانده می شود. خلاصه برادرای عزیز، ما میدونیم که سه حرکت داریم، زبر، زیر، پیش داریم. اگر پیش از نام الله حرفی که هست پیش از لام لفظ الله زبر داشته باشد یا اینکه پیش داشته باشد، ما اسم الله غفظ میخونیم، الله میگیم. خب مثال ها قطعی میفهمونیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. بینید سوره قل هو الله احد بینید. خب نام الله آمدگی هست، اسم الله هست، پیش از اسم الله بودگی حرف اعتبار میتیم، حرف واو هست. حرف واوی ما چی دارد حرکتش؟ فتحه یعنی زبر هست.
وقتی که زبر یا که پیش می داشت ا یا او می داشت، همین حرفی پیش از نام الله بودگی، ما نام الله آ می گفتیم، یعنی هو الله می گفتیم. بینید قل هو الله احد. مثال دیگری ده الله الصمد. در اینجا پیش از نام الله ما وقف است، یعنی اینجا آیت تمام که می شود ما ایستادیم. وقتی که می ایستیم و الفی که در لفظ الله هست میدونیم که وقتی الف هیچگاه ما اله نمیگیم یا که الله نمیگیم، ما الف همیشه نام الله اگر که با الف شروع کردیم فتحه میتیم، یعنی الله میگیم. از اینجا فهمیده میشد که پیش از همین لام لفظی الله الف ما زبر دادیم، الله که گفتیم به همون خاطر لام قفل شد، الله الصمد گفتیم، نگفتیم الله الصمد نمیگیم. قل هو الله احد الله الصمد. دیدید؟ مثال دیگری اذا جاء نصر الله والفتح. لام لفظ الله یعنی اسم الله آمد برادر عزیز، ما اهمیت دادیم حرفی پیش از لام لفظ الله بودگی حرف را است. حرکت این حرف اهمیت دادیم که او است، یعنی پیش دارد، ضمه دارد، بنابراین لام لفظ الله قفل خوانده شد. اذا جاء نصر الله. بینید مثال سیوم لام لفظ الله یعنی کلمه اسم الله دیدیم، پیش از خودش بودگی حرف دیدیم که حرف را است. حرف را دیدیم که حرکتش ضمه است، یعنی او است. ما باید که لام لفظ الله الله بگیم، لا نگیم. مثال نار الله الموقده، نار الله الموقده. خب دیگریش رسول من الله یتلو صحفا مطهره. خب اهمیت دادید به فکرم، من یعنی دونسته شما را برای که دقتتون جلب کنم لام لفظ الله من تنک خوندم، رسول من الله گفتم، حالا که این خطا است. باید که لام لفظ الله یعنی خودش پیش از لام لفظ الله میبینیم نونی ما فتحه دارد و لام لفظ الله به همین خاطر الله خونده میشه، لاهی نمیشود. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. و دیگر مثال و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. در این مثال شما اهمیت دید، خوب اهمیت دید که لام لفظ الله آمدگی هست یا که اسم الله آمدگی هست و ما گفت قاعده داشتیم که حرکتی حرفی ما قبلش، یعنی حرکتی زبر یا زر یا پیش حرفی که پیش از نام الله آمدگی است. ما پیش از لام لفظ الله میبینیم که حرفی چی است؟ من این الف است، از خود الف لفظ الله حرکت ندارد. پیش از وای اهمیت میتیم که الف است، حرکت ندارد. حالا برای ما با مقصد نرسیدیم، یعنی با پیش از وای اهمیت میتیم که حرف واو است، واو ما هم حرکت ندارد. اکنون با پیش از واو بودگی را اهمیت میتیم که حرف دال است، دال ما ضمه دارد، یعنی او دارد. همین حرف همین حرکت ضمه است که بلام میچسبد. الا لیعبدوا الله گفتیم، دیدید؟ بنابراین ما حرکتی حرفی که پیش از لام لفظ الله باشد یعنی حرکت داشته باشد. ببینید پیش از لام لفظ الله 3-4 حرف دیگر اومد، 2 تا الف اومد، 1 تا واو اومد، 3 حرف دیگر است، اما ما به خاطر که این حرفها حرکت نداشتن هیچ اعتبار ندادیم و حرف حرکت دار اعتبار دادیم، حرف داله. بنابراین ما خوندیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین الله. خب دیگری مثال الم یعلم بان الله یرا. خب فهمیدید به فکرم الیس الله باحکم الحاکمین. خب انشاءالله که این موضوع آسان است، باید شما خوب درک کرده باشید. و باز موضوع یعنی در کجا لام لفظ الله باریک یا تنک خوانده می شود و یک انشاءالله گذاشتیم خوبتر با یک چند ایضاح‌های دیگر قطعی فهمیدن آسان می شود. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين آمين.